خستم از جماعت زنده کش مرده پرست، خستم از این دلی که خورده ترک، خستم از این همه تظاهر بهش به دروغ، خستم از آدم ها و جای شلوغ. یکم فکر کن به همه جمله، همه فقط خواستن برن بهشت، هیچکی نخواسته بسازه بهشت. پس نتیجه چی میشه؟ ها همه میخوام برن، هیچکی نساختش، پس بهشتی وجود نداره. ما باید در کنار هم بهشت رو بسازیم. از مردمی که تولد یک کودک را سرگرمی و زندان یک سگ را دلگرمی و قفس بلبل را موسیقی میپندارند، عشقی فوران